بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان، دوستان و حقوقدانان فریخته و گرامی. بنده محمد رضا محسنی هستم، کارشناس ارشد حقوق خصوصی و پذیرفته شده آزمون کانون وکلای دادگستری و مرکز قوه قضاییه سال 403. خب بالغ بر 15 سال شده بنده کار حقوقی میکنم و بالغ بر 10 سال در شرکت‌های تابع وزارت نیرو بنده کار حقوقی انجام دادم. یکی از مباحث خیلی مهم که در آزمون وکالت تأثیر بسیار بالایی در قبولی داره بحث قوانین خاص هست. تصمیم بر این شد که انشالله در این پیجی که خدمت شما ارائه خواهیم داد کلیه قوانین خاص حقوقی و کیفری که در آزمون کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه خواهد اومد رو به صورت نکته‌ای و مواد مهم رو خدمت شما آموزش بدیم تا انشاءالله شما حقوقدانان و فریخته‌های عزیز که قصد شرکت در آزمون وکالت رو دارین بتونین از این مباحث استفاده کنین و انشاءالله نتیجه قبولی رو بیارین. درس قوانین خاص با توجه به پراکندگی زیاد، حجم بالای قوانین و عدم توجه هم مؤسسات حقوقی و هم مؤسسات آموزشی که بحث کلی درست تدریس میکنن و اینکه خود داوطلبین عزیز هم نگاه زیادی یا توجه خاصی رو به این درس قوانین خاص ندارن، با اینکه بالای 30 تا سال هر ساله از دروس قوانین خاص در آزمون وکالت طرح میشه و شما دوستان حتما باید این رو مد نظرتون قرار بدین که حتما توجه ویژه‌ای رو به این درس بدین، چون قوانین خاص هم در بحث علمی که در آزمون انشاءالله استفاده کنیم هم در بحث کاربردی که بعداً انشاءالله در محیط کاری ازش استفاده کنین خیلی اهمیت بالایی خواهد داشت. بعد اینکه مباحث آزمونی قوانین خاص تموم شد انشاءالله به سراغ حالا قوانین دیگه هم که در جامعه مورد کاربرد هست و خیلی از عزیزان توجه زیادی از هم همکاران وکیل و هم حقوقدانان عزیز به قوانین دیگه ندارن رو میایم مواد مهم و نکات مهم هر قوانینی رو در این پیج انشاءالله خدمت شما عزیزان خواهیم گفت، از جمله قانون منابع طبیعی، بحث کشاورزی، قانون منابع آب و کل قوانین خاصی که در حوزه اداری و ثبتی بخصوص آیین‌نامه‌های اجرایی ثبتی و خود قوانین ثبتی بسیار نکات مهم و کاربردی داره که انشاءالله بتونیم با گفتن این نکات مهم در پیشبرد اهداف شما عزیزان در هر بحث کاری و هم بحث عملی بتونیم کمکگر شما عزیزان باشیم.